شرکت هواپیمایی سومونیر روز 9 مارس سال 2023 به پروازهای منتظم در مسیر دوشنبه جده دوشنبه و خوجند جده خوجند آغاز می کند. این پروازها 3 مرتبه در هفته 2 مرتبه از دوشنبه و 1 مرتبه از خوجند صورت می گیرند. بنا به اطلاع رسمی از صحنه 9 مارس سال 2023 پروازها از دوشنبه به شهر جده عربستان سعودی هر هفته روزهای پنجشنبه و یکشنبه عملی می گردند. وقتی پرواز از دوشنبه در روزهای پنجشنبه 14:30 و از جده 19:30، روزهای یکشنبه از دوشنبه 22:30 و از جده 4:00 دقیقه به وقت محلی مقرر شدند. همچنین از فرودگاه شهر خوجند پروازها به سمت جده روزهای سه شنبه ساعت 21:00 دقیقه و از فرودگاه جده به سمت خوجند ساعت 02:00 دقیقه صورت می گیرند. طول پرواز از تاجیکستان تا جده 5 ساعت و 15 دقیقه، راه بازگشت 4 ساعت و 30 دقیقه را در بر می گیرد. پروازها از دوشنبه و خوجند به جده با هواپیماهای بوینگ 737-800 و 737-900 اجرا می شوند. در حال حاضر شرکت هواپیمای سومونیر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان و ازبکستان و به چندین شهرهای روسیه انجام می‌دهد. این در حالی است که پارک شرکت سومونیر همگی 60 هواپیمای بوینگ 737-800 و 737-900 عبارت می باشد. به دلیل نبودن پروازهای مستقیم شهروندان تاجیکستان تا کنون به سعودی اساساً از طریق استانبول یا دبی و همچنان با پروازهای چارتری که برای بردن و آوردن زائران تاجیک تشکیل کرده می شدند صرف می کردند.